بلوچستان به نفع مردم بلوچستان نیست. تجربه‌ای که تاکنون داشتیم گویای این است که خیلی از تقسیمات که در ایران به وقوع پیوسته در عمل نتوانسته است مشکلات را برطرف کند و این اهداف را تقویت کند. رفع مشکل بلوچستان با علم به این که عقب افتادگی مضاعف و انباشتگی شرایط نامطلوب از نظر اقتصادی و تبعیض در آن وجود دارد مستلزم این مسئله است که باید تبعیض برداشته شود. در جمهوری اسلامی ایران با عدم تعادل و توازن در سطح ایران مواجه هستیم. تمام مناطق مرزنشین و اقلیت‌ها از چنین وضعیت عقب افتادگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و توسعه یافتگی رنج میبرند. علت عقب افتادگی و عدم توسعه یافتگی این مناطق تقسیمات کشوری نیست. علت این مسئله نظام جمهوری اسلامی ایران، برنامه ریزی نامناسب و تبعیض است که بیش از 70 سال است که در ایران وجود دارد. ما حزب مردم بلوچستان امروز اینجا جمع شده ایم که به جامعه جهانی مخالفت و خودمان را نه به تقسیم بلوچستان نشان دهیم و بگوییم که نظامی که در آن حقوق انسانی شهروندان به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می شود ناعادلانه و لذا فاقد مشروعیت است. لازم این مدعا آن است که نظام حقوق بین الملل نباید دولت‌های ناقض حقوق بشر را در جرگه اعضای محترم جامعه جهانی به شمار آورد و نیز نباید تصمیمات دولت مردان این گونه دولت‌های نامشروع را در عرصه روابط بین الملل واجد اعتبار حقوقی تلقی نماید. منتوار